به عنوان یه ایمپلنتولوژیست یه مشکل مکانیکی که ممکنه باش مواجه باشین هرز شدن گل پیچ اباتمنته. به نام خدا، من دکتر محمد صادق زاره متخصص پریو هستم. در این مورد میخوام صحبت بکنم که اگر گل پیچ اباتمنت من در جلسات ریکال، ریتایتنینگ و یا برداشت کل مجموعه پروتز دچار هرز شدگی بشه، آیا مقصر من پرکتیشنرم، یعنی به خاطر یه آچار مستهلک، یک گریپ ناکافی این اتفاق پیش اومده یا نه کارخونه از آلیاژ مناسبی استفاده نکرده؟ یکی از ایمپلنت‌ها که میخوام بررسی بکنم ایمپلنت DRI هست که این ایمپلنت آچارش اسکرودرایورش هگز 1.27 و از این بابت شاید نسبت به ایمپلنت‌های با هگز 1.2 و 1.25 احتمال لوز شدن و هرز شدن گل پیچ کمتر باشه و گریپ بهتری داشته باشه. منتها من به گفته ها اکتفا نمی‌کنم، میخوام نتیجه تجربه خودم رو چه در گریپ حس لمس و چه در نمایی که یک میکروسکوپ به من خواهد داد با شما به اشتراک بذارم. یک پیچ اباتمنت آکبند رو قبل از این که بخوام بهش آچار بزنم و تورک بدم زیر میکروسکوپ گذاشتم. نماش رو اینجا میبینید. این 6 وجهی کاملا شارپ و واضحاً دیده میشه. حالا قراره با خود آچار و رچت این سیستم روی این کستی که آنالوگی داره شروع کنید به تورک دادن تا عدد 50 یا 60 نیوتن سانتی متر. با من همراه بشید، نتیجه رو بهتون نشون بدم. توی این نما من آچار رو با یه گریپ کامل وارد گل پیچ اباتمنت کردم و این رچت دارای تورک رنج رو روش سوار کردم. کاملا فیکس هم این قطعات رو گرفتم و شروع میکنم به تورک دادن. عدد تورک من رو میتونید رو تورک رنج دقیق بخونید. این عدد رو میبینید الان به تقریبا 70 نیوتن سانتی متر رسید. حالا جهت چرخش رچت رو برعکس خواهم کرد و این پیچ رو سعی میکنم باز کنم. این پیچ رو باز کردم و دیگه عملاً پیچ کاملا قابل خارج شدن هست. تا این جای کار از حس لمس خودم براتون میگم، یعنی اسکرودرایور رو خارج میکنم، دوباره وارد گل پیچ اباتمنت میکنم. اگر این اباتمنت آلیاژ ضعیفی داشته باشه، این آلیاژ ضعیف یک گریپ ناکافی خواهد داشت و یک حرکت واچ ویندینگ، یعنی ساعتگرد پاد ساعتگرد، نشون میده که این دو قطعه در هم بازی میکنن. من اصلا همچین حسی ندارم و کاملا گریپ فیت و خوبی هست و تا اینجای کار واقعا سربلند. بعد از این دوباره میام این تست رو انجام میدم، دوباره جهت فوروارد و چرخش تا رسیدن به تورک 70 نیوتن سانتی متر. این تورک یه مقدار تورک مخربیه، من نمیخوام بگم که این تورک قرار داخل دهان انجام بشه، منتها یه اسسمنت و بررسی هست. میبینید عدد تورک داره به نزدیک 70 میرسه. دوباره پیچ اباتمنت رو باز میکنم و باز شد. خیلی خوب. تا اینجای کار حس لمس من میگه که گریپ کافی وجود داره، یعنی هنوز گل پیچ اباتمنت اصلا هرز نشده. بریم نمای شارپ بودن هگز داخل گل پیچ رو هم زیر میکروسکوپ ببینیم. من اینو میذارم زیر میکروسکوپ و سعی میکنم که تنظیمش بکنم و به شما نشون بدم. یه میزان کمی از دفرمیتی رو میبینیم، این مورد انتظار هست، منتها شکل کلی 6 وجهی هگز حفظ شده، گریپ کافی هست و این مؤید کیفیت آلیاژه. ببینید من اگر بخوام صرفاً اتکا بکنم به کاتالوگ شرکت یا یک یافته های صرفاً ادعای کارخونه، این شاید کافی نباشه. خب بله، تایتانیوم گرید بالاتری از گرید 4 ممکنه ما تو سوپر استراکچرمون بخوایم استفاده بکنیم، ولی به عنوان کسی که ایمپلنت های مختلف داخلی رو امتحان کردم و تجربه دارم، حداقل میتونم بگم که
این کیفیت آدیاش به کیفیت ایمپلنت های خوب خارجی و من ازش تا این لحظه با این شرایط راضی بودم. این بازخورد اولیه من بود. اگه بخوام تجربه بعدیمو به اشتراک بذارم زمان بیشتری احتیاج دارم. در خدمتتونم.